هیو بارابکس خوش اومد به ویدیوی امروز چنل. من امیر گیمینگ هستم بچه ها. امروز اومدیم با ویدیو چنل. قبل از که ویدیو رو شروع کنیم خوشحال میشم برای حمایت از من ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنیم. بریم سراغ ویدیوی امروز بچه ها. خب بچه ها، موضوع ویدیوی امروز باس فایت هاکمان یا همون ققنوس هست. بریم که با هم بزنیم. ترکیب پیشنهادی ریدن، اسکورپین و فانوس سبز. بریم سراغ اوکی. قدرت ریدن، دفاع. ببین تو دفاعش اگه حمله بزنیم که راحت بهش کمبو بزنی، اصلا ببخشید کمبو، اصلا راحت دهنش رو سرویس کنی. خب بریم که فیتالیتی فانوس سبز رو ببینیم. تمام. بچه ها دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشین. دمتون گرم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.